سلام علیکم، مهدی هستم از اصفهان. سلام خدمت شما عرض میکنم. آقای انصاری، شما میگید چرا شیعه کتاباشو صحیح نمیکنن. من خواهش میکنم از شما که یک مقدار عقب نشینی کنید و انقدر رو روایات ضعیف و صحیح تاکید نکنید. فقط اون دسته روایاتی که فحش حساب میشه به اهل بیت بیایید فقط اونا رو بیان بگه سوا کنن، کاری به ضعیفا نداشته باشید. روایتی که میگه امام حسن یا امام حسن مجتبی یا امام جعفر صادق میگه 47 زن داشته، این یه اهانته. و خیلی از این روایات داریم که فحش حساب میشه، که آقای قزوینی میاد میگه که بعضی از مراجع نظرشون فرق میکنه با بعضی از مراجع، ولی تو فحش ها و این اهانته که مراجع همشون باید یک نظر باشن. خیلی ممنونم آقای انصاری از اینکه زحمت میکشید.